فامیل بی غیرت دختر نده، فامیل بی عزت دختر نده. به الله قسم اینترنت ها را میبینی، تویا را میبینی، او مردمایی که خطی عروس خود در پیش مردم بغل میکنه شه، او لعنتی، او خبیث دیوس، دور از حاضر مجلس، سبایی کلپ دور مردم میبینه 20 سال بعد برات میگه ای کیسته؟ تو کی بودی؟ تو چی غیرت داشتی؟ فحاشی و عیاشی تا به مردم نشان میدادی که والدت مبره. ببینی حیا در کجا رفته، غیرت در کجا رفته. اینطور مردم هم پیش الله پیش شده نیست. الله متعال از پیشش سوال میکنه چه عزت داشتی تو؟ و کدام دین تو عقیده داشتی؟ کدام دین تو قبول کرده بودی؟ فرمان الله چی بود؟ الله سبحانه و تعالی برای چی گفته بود؟ توی داریم والا چطور کنیم؟ نمیشه دوتل است. چرا دوتل است؟ والا نمیشه. کی گفت نمیشه؟ کی گفت نمیشه؟ 20 نفر در ولیمه خبر کن. کی سر واجب و فرض کرده که 500 نفر خبر کن؟ والا قطع میکنه، قطع کنه تو را خبر نکنه. میمونی اگر یک روز نان توی که دور رقص شده امور نخوردی میمونی. آسان است اگر دین پیش ما اهمیت داشته باشه، دین پیش ما محبوب باشه، بسیار آسان است. نه از رسول الله کرده مقامی ما بالاست، نه صحابه کرده. نه خوشی ما از خوشی پیغمبر و صحابه بالاتر است. وام همینطور بوده. و چه قسم ولیمه کردن، چه قسم توی کردن. تلاش بکنیم. بله چه قسم زن بگیری، قرآن برات میگه الخبیثات للخبیثین، خبیثات برای خبیثین و الطیبات للطیبین. شخص طیب، شخصی که پاک است، شخصی که غیرت داره، شخصی که نور ایمان داره، گاهی با دختری نکاح نمیکنه که آلوده است، با دختری نکاح نمیکنه که خنده را با کسی دیگری کرده باشه. دختری که متدین است، پاک است، قریحه و طبیعیت پاک داره، نمیخواه بچه فاسق و فاجر و بدکاره. دنبال شخص طیب میگرده به خاطر که خانواده طیب شود. خواهر پیش آمد اولاد خود توصیه کرده بود که با فلان فامیل قطع تعلقه بکنه، قطعا تعلقه قطع بکنه. من از پیشش سوال کردم که مادر یا اقارب هستن، چرا شما این اعلان سخت به اولادتان میکنه؟ گفت مولوی صاحب یک سخن در بین لطه برات میگم و خودی دادم اشار است که میفهمی. گفت نمیخوام خانواده خودم ملوث بسازم. من درک کردم که زن با غیرت است، زن شهامت داره. این نمیخواه اولادی از این مثل اولادی او خاندانی که کولایش لوچ است، در بازار فخر میکنه، ساجق میجوه. نمیخواه دخترش مثل دختری از او خاندان شود، بچهش مثل بچه او خاندان شود. من گفتم بله، الله متعال به خاطر امی غیرت انشاءالله ایمان درست و عقیده درست نصیبت میکنه که غیرت داری. فامیلی را خبر دارم با عذر پیششان رفته. دختر به پدر و مادر خود گفته که پدر جان، مادر جان، مرا به یک شخص خیلی فقیری که حتی اتاقم نداشته باشه، اتاق نداشته باشه، در پارک خیمه زده باشه، اما با غیرت باشه، متدین باشه، مرا امر بکنه که روی تا برادرم نبینه. به همونطور شخص بده. این خاندان میشناسم که حتی در وزارت ها پایایشان رسیده، ملک و مال و داراییشان حساب نمیشه، هر بچهش 2 و 3 موتر داره، تحصیلاتشان تا بیرونه، افرادشان هم تا بیرون است. به الله قسم اگر 1 ساعت خوش باشم که در اینطور خانواده تیر کنم، 1 ساعت خوش باشم. من الحمدلله عزت دارم، برای من عزتم کافی است. صحابه
اینطور نبودن. نه زندگی مرفه داشتن، نه موترهای لوکس داشتن، نه بیلدینگای خیلی چندین منزل داشتن و نه وزارت ها و ریاست ها داشتن. خب مردم با غیرت و با عفت و با حشمت